хотели взорвать синагогу, чтобы убить людей. خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB با نشر این نوار خبر داده است که از حمله‌های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیاتیگورسک جلوگیری نموده است. بنا به اطلاع این نهاد که روز 6 اکتبر منتشر شد، 2 زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله‌های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایت منفعت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک 2 نفر را از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شیعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت به دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کودکس جنایی روسیه پرونده جنایی آغاز شده است. همزمان به گفته خدمات فدرالی امنیت روسیه، یک شهروند روسیه در پیاتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیتی دینی یهودیان با استفاده از کوکتیل های مولوتوف بازداشت گردید. از او 2 کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کودکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه‌سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار می‌شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساخته‌کاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.